این طول عمر شماست، قرار 100 سال عمر کنید و این یک ساعت $140,000 AP رویال اوک وایت گولد فراستد. ما فرض میگیریم که شما 30 سالتونه، پس 1/3 عمرتون رو تا الان طی کردید. 1/3 دیگر هم که خب یعنی تا 100 سالگیتون قراره کار بکنید، پس باید برید سر کار. یه نکته دیگه که به شدت اهمیت داره اینه که خب قطعاً 100 سال عمر نمی کنید. میانگین سن تقریباً 80 ساله. خب پس یه 20 سال دیگه هم ما اینجا کم میکنیم. از طرف دیگری از این باقی مانده عمرتون یه بخشی رو مسلماً درگیر مسیر و رفت آمد و کارهای دیگه هستید. به بتالت میگذره یا اینکه اصلا مریضید و هزار تا داستان دیگه. از کل عمر شما فقط همینقدر باقی میمونه. و این یک ساعت $140,000 که بابت اینکه این ساعت رو الان دستم دارم نه خوشحالم نه ناراحتم، فی الواقع هیچ حسی بهش ندارم. سوالی که ازت میخوام بپرسم اینه که من کی خوشحال هستم؟ حالا که تا اینجا با من همراه بودی ازت یک سوال دارم که دوست دارم عمیقاً به پاسخش فکر کنی. ساعتهای زندگی چند؟ $100,000 $200,000 $1,000,000 روزی که ما از دنیا میریم که اونقدر هم که فکر میکنی دور نیست و همه ما از این دنیا میریم، فکر نمی کنم حسرت این رو بخوری که چرا یک ساعت $140,000 دستم نیست. ولی بهت قول میدم که حسرت زیر بارون قدم نزدن ها رو میخوری، حسرت کمتر بوسیدن ها رو میخوری، حسرت کمتر بغل کردن ها رو میخوری، حسرت این که من چرا انقدر درگیر دعوا بودم، چرا انقدر کم محبت کردم و کم عشق ورزیدم، چرا انقدر خودم رو ابراز نکردم و جلوی احساساتم رو گرفتم، چرا وقتی که پاییز شد من نرفتم توی اون برگای خشک شده قدم بزنم و به صدای خسخس برگ‌ها گوش بدم، چرا این کارها رو انجام ندادم. فکر نمی کنم حسرتت ماشینای لوکس و ساعتهای لوکس و پول فراوان باشه، حسرتت زندگی نکردن هاته. و باور کن رفیق، زندگی کردن یا رایگانه یا برای همه در دسترسه، ولی ما داریم تمام تلاشمون رو میکنیم که ارزشمندترین دارایی خودمون رو روی تردمیل اهداف بدویم تا آخر سر هم به هیچ کجا نرسیم و مستقیم بریم جایی که آرامگاه ابدیمونه. رفیق، قبل از اینکه دیر بشه زندگی کن و از من این رو شنیده بگیر. پول چیز فوق‌العاده‌ایه ولی هرگز برای به دست آوردنش دست از زندگی کردن نکش، چون حتی اگر پولدار هم بشی باز فقط یک حسرت توی زندگی میمونه. زندگی